قبل از اینکه بیاین ایران مال قبلش غذای سنگین با چند تا مولتی ویتامین بخورین که بتونید همه قسمتاشو برین بچرخین و بگردین و راه برین. اینقدر که بزرگی و فاصله هر مثلا جای دیدنش با هم فاصله داره واقعا آدم خسته میشه. این یکی از نکته‌های منفی ایران ماله. حالا نمیشه گذاشت منفی، نمیدونم، ولی واقعا آدم خسته میشه. درها به اذن خدا باز میشه. یعنی اگه حواست نباشه که ماشینتو کجا گذاشتی به معنای واقعی دهنت سرویس میشه. چندین طبقه اینقدر هم بزرگ پارکینگ که خدا میدونه. خال من کجا گذاشتم؟ چطورین بچه؟ بالاخره خودمو ببینید یکم توی تصویر. من سعی کردم که خیلی از جاها رو فیلم برداری کنم براتون، ولی کلا اینجا ایرانه و نسبت به دوربین همه یه گاردی دارن، نمیذارن که از همه جا بخوای فیلم بگیری. حتی توی اون کتابخونه که بودم بهم تذکر دادن که لطفا فقط عکاسی کنی، فیلم نگیرید. ما هم گفتیم چشم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. من سفیدم، مرسی که با منید. اگه دوست داشتین این ویدیو رو حتما بهم بگید. همین دیگه، فعلا خداحافظ.